ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌های خود احترام مادر و ارجگذاری به زحمت و خدمت‌های مادران تاجیک را تاکید نموده در ستایش و وصف مادر فرمودند: مادر آفرینده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان می باشد. همه اعجاز و پرواز، همه ایجاد و بنیاد و همه مردانگی و قهرمانی نتیجه و ثمره زحمت شبانه روزی مادر است. دنیا در دامان بهشتی مادر پرورش می یابد و از این رو بشریت همیشه از او سپاسگزار می باشد. با اقدام رهبریت فرودگاه بین المللی خوجند در میدان صحن فرودگاه مجسمه دعای مادر در دایره اقدام 1300 روز آبادانی و سبززارکنی و به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و چون رمز اظهار محبت پاک و صمیمی نسبت به مادر، احترام بزرگ و ارجگذاری به هستی زن مادر و قدرشناسی مادری تاجیک بنیاد کرده شده، در کشور اولین مجسمه عظیم در نمود دست به دعا برداشتن مادر می باشد. مجسمه دعای مادر با پایش 13 متر را تشکیل داده، بلندی خودی مجسمه 6.7 و پایه آن 5.5 متر را تشکیل می دهد. ستون مجسمه دعای مادر با فواره های چراغان و گلگشت زیبا به مکان دلکش و نظرربا تبدیل داده شده است. این موضع جالب برای تماشای مهمانان و سیاحان در فرودگاه محسوب شده. دعای مادر فتح و کشایش برای هر فرد در زندگی و کار و روزگار است. نسل انسانیت ناوابسته از ملت و نجات به مادر ارج می گذارد، او را ستایش می کند. مادر سرچشمه حیات، مقدسترین و عزیزترین انسان برای فرزند است. انسانی که مادر را می پرستد بیشک برای آنها وطن، زبان، خلق، دوستی و رفاقت، وحدت و همدلی، خودشناسی و خودآگاهی قیمت دارد. ما کودکان از این گشاده شوی مجسمه دعای مادر خیلی شاد هستیم و ما در وقت خالگی به تماشای این مجسمه دعای مادر می بیاییم. ما کوشش میکنیم که مادرمان را حرمت کنیم، به قدر پدر و مادر رسیم. وقتی سفر در لحظه های گوناگون حیات، آغاز حیات مستقل و در همه مورد انسانیت به مادر احتیاج دارد. دعای مادر برای فتح و کشایش، نصرت و کامیابی ها می گیرد و دعای مادر همیشه مستجاب است، زیرا یک شبه آن رنج که مادر کشید بر دو جهانش نتوان برکشید. موضع مجسمه دعای مادر امروز به مکان مقدس تبدیل یافته است و خرد و بزرگ، گروه گروه آدمان، شخصان کسب و کار گوناگون به دیدن و تماشای مجسمه دعای مادر می آیند، آن را زیارت می کنند و از مادر دعا می گیرند.